چرا اینقدر در مسجد، مدرسه امر معروف و گفته های نیک گفته می شود؟ در بین آدمان مهر و محبت، خصلت نیک، خب رفت و آی، خبرگیری بیمار، برادری، پدر و فرزندی، همسایگی نیست. چرا این طور؟ پیشتره این خیل نبود که عیب در چیست؟ اینقدر امر معروف، اینقدر پند و نصیحت، مسجدها همه کشاده، عالمها همه در موعظه، چرا مهر و محبت پیدا نمی شود؟ چرا برادری نیست؟ چرا فرزندها پدرها را احترام نمی کنند؟ چرا پدرها نسبت فرزندها رحم و شفقت ندارند؟ چرا این گونه هست؟ این برادر از ما سوال کردند. اولا من اینا گفتنی هستم که خداوند در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خطاب بر تمام همون واعظها دارد، عالمها و پیشواها دارد. چرا خود میگویید لیکن خود عمل نمیکنید؟ زمانی که شما میدانید و نمیکنید، در نزد پروردگارتان عذاب و غضب خیلی زیاد منتظر شما هست. امروز در اصل بعضی همون پیشواهایی داریم که موعظه میکنن، مردم هم میفهمانن، لیکن خودشان عمل نمیکنن. گفتی همون حضرت مولوی واعظان جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. تا زمانی که اگر واعظ خودش، پیشوا و ایشان و شیخ ملا خودش اگر در گفته های پروردگار عمل کننده نباشند، سخن اونها در مردم هیچ تأثیر نمیکند، در مردم هیچ تأثیر پیدا نمیکند. تا زمانی که اگر خود پیشواها اصلاح نشود، تا خود پیشواها آن چیزی را که به مردم میرسانند خودشان اگر عمل نکنند. دوم این که برادرای عزیز، امروز دعوت گوییم، چگونه این برادر گفته است، مدرسه ها و دیگرهایی که کشاده هستند فقط موعظه و فقط مردم به مهر و محبت و فرزندها را برای احترام پدر خواندن، فقط بر ذمه عالم ها نیست، بلکه بر ذمه همه شما هست. اگر شما همگی در پهلوی عالم ها ایستاده مثل اینها اگر دعوت کنین، انشاءالله در بین ما و شما بهبودی پیدا می شود. لیکن افسوس که امروز بعض ما و شما دستگیری میکنیم، اکثریت ما دستگیری نمیکنیم. میبینیم در خاندان حتی که ما و شما همون زن و فرزند خودمان تربیه نمیکنیم. از کجا با یک نفر، با 10 نفر، با 100 نفر این جامعه کلان اصلاح کرده نمی شود. امروز فقط اتفاقی همه شما باید آن چیزی را که شما اینجا میشنوین، اینا باید نکته به نکته، کلمه به کلمه باید در خاندانتان برده رسانید. باید شما سختگیری در خاندان داشته باشید. این حالت انشاءالله بهبودی می شود. شما میگویید که من را وصف نکنید. انسانها را یکی به خاطر وظیفه و منصبشان، دیگری به خاطر داراییشان، شما با این دو خصلت خاص نیستید. وصف شما درجه سیوم، یعنی شما را عامه مردم از روی گفتارهای نیکتان، خلق و اطوار خوب و حمیده اتان، شخصی نیک آن است که عامه خلق، یعنی خلق عادی او را وصف کند. گفته های شما چون چنگ جرنگاستی است، چون آینه جلارنگ، چون آب شفای و چون کاغذ نفیس می باشد. در آخر گویید که می گویند مسجد خانه خدا و پادشاه سایه خدا می باشد. آیا این روایت حقیقت دارد یا ندارد؟ این یک گروه از منصب‌های اسلامی، گوییم قبیله قاضی و مفتی و مدرس ملا آخون متولی،
و غیره با احترام مخلصان شما از دوشنبه. یک گروه هم تا آدم های گویم منصبداری در اسلام بدهند. در آخر از ما پرسیده است که مسجد خانه خدای و پادشاه سایه خدا در روی زمین است. این روایت حقیقت دارد یا ندارد؟ البته حقیقت دارد. مسجد این جای سجدگاه است. مسجد خانه خدا هست. اینا با احترام انا همین سجده که ما و شما میکنیم به این خاطر اینا خانه خدا میگویند که خانه خدا باید که سجده داشته باشد، باید موعظه داشته باشد، باید ذکر داشته باشد. از خاطر اینها این مکان خانه خدا میگویند. یعنی البته این صحیح است که مسجد خانه خداست. این بیوت فی الارض المساجد. بدرستی این که خانه های در روی زمین، یعنی این مسجد هایی که در روی زمین هستند اینا چی هستند؟ خانه خدا هستند. و پادشاه سایه خداست در روی زمین. در اصل پادشاه را در حدیث های صحیح هم میگذارد که السلطان ظل الله فی الارض. پادشاه سایه خدا در روی زمین است. کسی که اکرامش میکند، رسول اکرم گفت اکرام کرده است الله را. و کسی که اهانتش میکند، کسی بدش میبیند، دشنامش میدهد، همچنان است که الله را اهانت کرده است. از این خاطر ما و شما هم حقوق نداریم که در راست پادشاهی که داریم سخنهای نادرست گوییم، ما و شما تحقیر کنیم، دشنام دهیم. این در هیچ کدام ما و شما حقوق نداریم. باید الحال انا همین پادشاهی که ما و شما داریم، شخصا من انا همین پادشاهی که الحال داریم همچون حاجی، همچون حمایتگر دین اسلام میشناسمش. و همه شما معلوم است 2 بار حج کردگی هستند. از منبرهای باور کنین اسلام طرفداری کردگی است که هر یک شخصیت اونجا غیرت نمی کند که از اسلام دفاع کند، که اسلام شما با تروریسم و اسلام شما بگیم با دین جنگخواه هیچگاه گفته از شما چکار نکنین، شما نخوانید. این یک گروه از منصب‌های اسلامی گوییم قبیله قاضی و مفتی و مدرس ملا آخون متولی و غیره با احترام مخلصان شما از دوشنبه. یک گروه هم تا آدم‌های گوییم منصبداری در اسلام بدهند. در آخر از ما پرسیده است که مسجد خانه خدای و پادشاه سایه خدا در روی زمین است. این روایت حقیقت دارد یا ندارد؟ البته حقیقت دارد. مسجد این جای سجدگاه است. مسجد خانه خدا هست. اینا با احترام انا همین سجده که ما و شما میکنیم به این خاطر اینا خانه خدا میگویند که خانه خدا باید که سجده داشته باشد، باید موعظه داشته باشد، باید ذکر داشته باشد. از خاطر اینها این مکان خانه خدا میگویند. یعنی البته این صحیح است که مسجد خانه خداست. این بیوت فی الارض المساجد. بدرستی این که خانه های در روی زمین، یعنی این مسجد هایی که در روی زمین هستند اینا چی هستند؟ خانه خدا هستند. و پادشاه سایه خداست در روی زمین. در اصل پادشاه را در حدیث های صحیح هم میگذارد که السلطان ظل الله فی الارض. پادشاه سایه خدا در روی زمین است. کسی که اکرامش میکند، رسول اکرم گفت اکرام کرده است الله را.
و کسی که اهانتش میکند، کسی بدش میبیند، دشنامش میدهد، همچنان است که الله را اهانت کرده است. از این خاطر ما و شما هم حقوق نداریم که در راست پادشاهی که داریم سخنهای نادرست گوییم.